طریق دارما فصل ششم. صدای زنگ تلفن هریدات را از خوابی عمیق بیدار کرد. او از خواب برخاست، چراغ روی میز را روشن کرد و خود را به تلفن رساند و گوشی را برداشت. ساعت روی میز 4 صبح را نشان میداد. صدای گرفته زنی از پشت گوشی شنیده شد. من خانم ونس هستم. لطفاً خودتان را سریعاً به اینجا برسانید. اتفاقی افتاده است. هری بی اختیار پرسید آیا برای جولی اتفاقی رخ داده؟ خانم ونس با ناامیدی گفت بله، لطفاً عجله کنید. هری از تخت خواب بیرون پرید و به سرعت لباس پوشید. هنگامی که او از درب منزل خارج می‌شد، به فقدان امکانات درمانی شهر می‌اندیشید. او در عرض چند دقیقه خود را به مقصد رساند. همه چراغ‌های خانه روشن بود. خانم بنز که هنوز لباس خواب به تن داشت، با موهای پریشان و چشمانی که از فرط گریه سرخ شده بود، او را به داخل دعوت کرد و سپس در سکوت هری را به طبقه بالا راهنمایی کرد. وقتی به اتاق خواب رسیدند، هری قدمهایش را تندتر کرد و با عجله در را باز کرد و وارد اتاق شد. جولی با پیژامه‌ای به رنگ آبی روشن، درست شبیه عروسکی با چهره‌ای به رنگ سفید بر روی تخت دراز کشیده بود. او لبخندی کمرنگ به لب داشت، گویا می‌خواست همه جهان را مسخره نماید. دست‌های او بر روی سینه‌اش قرار داشت و این حالت چهره آرام به او می‌بخشید. انگشتان سرد و بیروح او تنها نشانه مرگ بود که در او به چشم می‌خورد. هری هیچگاه آن انگشتان را فراموش نمی‌کرد. این انگشتان او را به یاد گل‌های جاودانی می‌انداخت که همیشه روی سنگ قبرها می‌گذارد. رولند ونس در کنار تخت زانو زده و در حال دعا خواندن بود. وقتی هری وارد اتاق شد، او حتی نگاهی هم به هری نینداخت. دکتر کیفش را به زمین گذاشت و با تعجب به این فکر فرو رفت که چرا آنها دکتر دیگری را خبر نکردند، زیرا عقاید او و کشیش با هم متضاد بودند. هری ضربان خفیفی را در نبض دستان لاغر جولی احساس کرد، اما نتوانست مکان آن را مشخص کند. سپس سعی نمود تا به وسیله گوشی ضربان قلبش را کنترل کند. هری معاینه را به اتمام رساند، زیرا می‌دانست که دیگر کار از کار گذشته و تلاشش بیفایده است. هنگامی که هری به جعبه خالی قرص‌های خواب که روی میز قرار داشت نگریست، با تعجب به این نکته اندیشید که چرا وقتی آرچی ویتفیلد و عمه‌اش می‌توانند به راحتی بیمارستانی در شهر احداث نمایند، پولشان را صرف حفظ و بقای نام خود به وسیله نصب مجسمه‌های بیفایده سنگی در پارک‌ها می‌نمایند. جولی بیش از 20 قرص خواب مصرف کرده بود. به همین سبب مرگ او چندان باعث تعجب نبود. در این هنگام رولند ونس از روی زمین برخاست و رشته افکار داتس را از هم گسیخت. او پیر و خسته به نظر می رسید. رولند گفت من این قرص‌ها را با نسخه پزشک برای همسرم گرفته بودم و جولی باید آنها را پیدا کرده باشد. داتس نگاهی به لیوان آب روی میز انداخت و گفت شما چه موقع متوجه موضوع شدید؟ رولند پاسخ داد حدود 15 یا 20 دقیقه قبل ما متوجه ناله‌های او شدیم و او را بیهوش روی تخت خواب یافتیم. در ابتدا سعی کردیم با دکتر وینسنت تماس بگیریم، اما او در شهر نبود و به همین دلیل به شما اطلاع دادیم. داتس با خشونت پرسید چرا به سازمان آتش‌نشانی خبر ندادید؟ آنها مسلماً یک گروه امدادی را با پمپ‌های تخلیه معده به اینجا می‌فرستادند.
کشیش با عصبانیت گفت این خواست خدا بود که جولی بمیرد. او یک گناهکار بود و به همین سبب خداوند جان او را گرفت. من نمیتوانستم کاری برای اون انجام دهم. دارس با صراحت پرسید شما چطور میتوانید اینقدر سنگدل باشید؟ کشیش در حالی که دستانش را در هم گره میکرد گفت شما وضعیت جولی را میدانستید. او در این مورد با شما مشورت کرده است. دارس پرسید شما این موضوع را از کجا میدانید؟ کشیش پاسخ داد پرستار شما این مطلب را به من گفت. من مقصر را به خوبی میشناسم. او باید تاوان این کار را پس دهد. خداوند بزرگ این شرارت او را بدون کیفر نخواهد گذاشت. گناه این کار بر گردن همان کافر می باشد که همراه شما از هند به اینجا آمده است. هری ناگهان شوکه شد و به کشیش نگریست. سپس به طبقه پایین رفت و به خانم ونس که در انتظار او بود به او گفت بهتر است مراقب روراند باشید. فکر می کنم او کنترل ذهنی خویش را از دست داده است. خانم ونس با ناراحتی گفت میدانم. روراند غمگین‌تر از آن است که من بتوانم او را از این حالت خارج کنم. هفته آینده به شما تلفن خواهم زد. هری خانه آنها را ترک کرد و به مطبش رفت تا گواهی فوت جولی را تنظیم کند. سپس سوار بر ماشین در کنار ساحل رودخانه به راه افتاد و به مشاهده تلالو اشره‌های رنگارنگ خورشید صبحگاهی بر روی آب رودخانه پرداخت. استاد میبایست جوابی در مورد این موضوع داشته باشد. هری تصمیم گرفت همان روز نامه‌ای برای سوارا چاکراچی بنویسد و از او بپرسد که آیا میتواند به هند بازگردد و در آشرم زندگی کند. لالگوش از مشاهده پیغامی که او را سریعاً به دفتر ناستورک احضار مینمود بسیار متعجب شد. او خانه را ترک کرد و با تعجب به این نکته می‌اندیشید که آیا این کارمای اوست. بندهای کارما او را با ناستورک، تمام کسانی که در طول زندگیش با آنان برخورد کرده بود، تمام فرداها و نیز ابدیت، جایی که جز خدا، آن وجود مطلق، چیز دیگری نبود، متصل می‌نمود. او به هیچ وجه متوجه دشت‌های وسیع و کوه‌های پوشیده از برفی که گرداگرد شهر را فرا گرفته بودند نمی‌شد، تا اینکه سرانجام به دفتر ناستورک رسید و به طبقه دوم رفت. دوآرک با پیشانی چین خورده و مشای گره کرده پشت میزش نشسته بود. گوش با لحنی خشن گفت دوآرک، پیغامت به دستم رسید. من این موضوع را پیش بینی می‌کردم، زیرا خبرچینی که تو در خانه‌ام گماشته‌ای تحت تاثیر رفتار محبت آمیز ما به نقشه‌ای که شما برای دخترم کشیده اید اعتراف کرد. آیا تو قصد داری مرا مجبور به نوعی توافق سیاسی بکنی؟ دوآرک با صدایی رعدآسا که به نظر می‌رسید در مرز شکستن باشد شروع به صحبت کرد و گفت به نظر می‌رسد به جای تو من به دام افتادم. تو باید این نکته را درک کنی که این من نیستم که این شرایط را تقاضا می‌نمایم. گوش با ناباوری لبخندی زد و گفت من با تو کاملا صادقم. اگر تو قصد داری کار مرا در فراری دادن افسر آمریکایی تلافی کنی، حاضرم خودم را در اختیارت بگذارم، به شرط اینکه دخترم را صحیح و سالم به خانه بازگردانی و قول بدهی دیگر به او صدمه‌ای نمی‌رسانی. مرد درشت‌اندام با ناراحتی گفت من نمیتوانم هیچ قولی به تو بدهم. به من گفته شده تا با تو وارد مذاکرات سیاسی شوم. تو باید این را باور کنی. گوش پرسید مگر تو از کسی دستور میگیری؟ دوآرک پاسخ داد بله. آنچنان دستورات سختی که میتواند به هر مردی تحمیل شود. نقشه آنها این است که در انتخابات بعدی شهرداری نام مرا جایگزین نام تو کنند.
تو هم باید به عنوان ضامن و حامی من در میان اعضای انجمن شهر از من دفاع کنی. گفتن این مطلب برای تو بسیار سخت است. رنگ از چهره گوش پرید. این بدان معنا بود که کمونیست‌ها نقشه زیرکانه‌ای برای به دست گرفتن کنترل شهر سرناگار در سر دارند و اگر در این کار موفق می‌شدند، آنها این موضوع را به یک فاکتور سیاسی قوی در مسائل ایالتی تبدیل می‌کردند. گوش گفت منظورت را فهمیدم. با این حال حاضرم از این نقشه پیروی کنم، اما به این شرط که دخترم صحیح و سالم به خانه برگردد. من این کار را از روی میل و رغبت و با موافقت خودم انجام می‌دهم و به خوبی می‌دانم که این مسئله چه تأثیری در سوابق کاریم خواهد داشت. دورک پرسید: گوش این چه معنایی برای تو دارد؟ گوش پاسخ داد: با حمایت از تو در انتخابات و به بهانه اینکه قصد دارم استراحت کنم، شهرت من به عنوان فردی درستکار در کشمیر به مخاطره خواهد افتاد. بنابراین درآمدم نیز به عنوان یک وکیل عمومی کاهش خواهد یافت، زیرا مردم دیگر اعتماد چندانی به قضاوت من ندارند. دورک اخم می‌کرد و گفت: به هر حال این چیزی است که فرماندهان کمونیست می‌خواهند. این بخشی از نقشه انتقام‌جویانه آنهاست. سپس چند کاغذ از کشوی میزش بیرون آورد و آنها را به گوش داد و گفت: اینها را امضا کن. این موافقتنامه‌ای است که به موجب آن تو تعهد می‌کنی حمایت عمومی مردم را برای نامزدی من در انتخابات بعدی شهرداری جلب نمایی. گوش نگاهی به موافقتنامه کرد و گفت: این عادلانه نیست. در این مدارک هیچ حرفی درباره بازپس دادن دخترم به میان نیامده است. دورک با لحنی تلخ پاسخ داد: بله، حق با توست، اما من این موافقتنامه را تنظیم نکردم و نمیتوانم به تو بگویم که آیا آمیا هرگز به خانه برمیگردد یا نه. او در چنگ چانگلینگ گرفتار است. گوش فریاد زد: چانگلینگ؟ دورک زمزمه کنان گفت: بله، من هیچ نقشی در این آدمربایی نداشتم. چانگلینگ با زور آمیا را از اردوگاه من بیرون برد. در حقیقت موری پرایس به یکی از افرادم رشوه داده بود تا آمیا را برباید. من قصد داشتم آمیا را آزاد کرده و به خانه بفرستم، اما ناگهان چانگلینگ از راه رسید. زندگی من در گرو امضای این موافقتنامه می باشد. گفتم که چانگلینگ خواستار بازگرداندن افسر آمریکایی و استرداد کتیبه می باشد و تلاش بیفایده‌ای را برای به دست آوردن آنها آغاز نموده است. تو با امضای موافقتنامه تنها امید اندکی برای بازگشت آمیا به خانه خواهی داشت. گوش می دانست که این حقه بیش نیست، اما با این حال قلم را برداشت و نام خود را در پایین کاغذ نوشت. دورک به آرامی گفت: اما در عوض من رسما به تو تعهد می دهم که آمیا را دوباره به خانه برگردانم. گوش پرسید: تو با وجود اینکه دشمنم هستی می‌خواهی به من مهربانی کنی، اما چرا؟ دورک پاسخ داد: بله، من دشمن تو هستم، اما عاشق دخترت شدم. من هرگز انتظار نداشتم که با او ازدواج کنم، اما عشقم به او تا اندازه‌ای هست که هر کاری از دستم برآید برای بهبود وضعیت او انجام خواهم داد. غم و اندوه شیاما فروکش کرد. او صدای ورود هری داتس را شنید. هری در طبقه پایین را قفل کرد و سپس صدای گام‌هایش به گوش رسید. صدای برخورد ضرباتی آرام بر در شنیده شد و سپس داتس وارد اتاق شد. شیاما در تخت خواب از جا برخاست و چراغ روی میز را روشن کرد. هری در سکوت از عرض اتاق گذشت و بر روی صندلی که در کنار تخت خواب و در میان سایه‌های پدید آمده از نور چراغ بود نشست. شیاما پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ داتس خم شد.
دست پسرک را گرفت و گفت سامی، میبینم که گریه کردی. هر دوی ما جولی را از دست دادیم. شیاما به آرامی گفت جولی با زنان دیگر کاملا تفاوت داشت. او مانند یک غنچه گل سرخ در حال شکفتن بود. دات به آرامی گفت سامی، میخواهم از تو سوالی خصوصی بپرسم. آیا تو با جولی ارتباط داشتی؟ شیاما از جا پرید و در حالی که چشمایش از تعجب گرد شده بود گفت البته که نه. هیچ رابطه‌ای بین ما نبوده است. هیچ وقت. بله، من او را دوست داشتم، اما نه به این صورت. داد سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد و در حالی که دستهایش را در پشت گره کرده بود و به آرامی به قدم زنن در اتاق پرداخت، گفت هیچ کس به جز لوسیا، پرستار، والدینش و من از علت خودکشی او مطلع نیست. اما فرد دیگری نیز از این راز باخبر می باشد که تا به حال هویتش فاش نشده. فکر می کنم که بدانم او چه کسی است. سپس به طرف شیاما برگشت و گفت جولی به این دلیل که باردار شده بود دست به خودکشی زد. این مسئله برای خانواده او رسوایی بزرگی پدید می آورد. شیاما به آرامی گفت به خدا سوگند می‌خورم این کار من نبوده است. داتس پاسخ داد رولاند ونز از شدت خشم و انتقام‌جویی تقریباً دیوانه شده است. او فکر می‌کند دخترش قربانی یک بازی کثیف و ناجوانمردانه شده و یک نفر باید بهای این کار را بپردازد. هری سپس ایستاد و به شیاما نگریست. او نمی‌خواست درباره مکالمه بین خودش و خانم ونز حرفی به او بزند. خانم ونز گفته بود که رولاند ونز نقشه کشیده تا روز یکشنبه آینده در کلیسا موعظه‌ای بر علیه پسرک ایراد نماید و قصد دارد به گونه‌ای مردم را تحریک نماید که شیاما را از شهر بیرون کند. هری لبخندی زد و با شادمانی گفت سامی، اجازه نده این مسائل تو را ناراحت کنند. فردا درباره این چیزها با هم صحبت می‌کنیم. سپس به طبقه پایین رفت و با منزل کشیش تماس گرفت. کشیش سرانجام موافقت کرد تا با او ملاقات کند. هری سوار ماشین شد و ظرف چند دقیقه خود را به آنجا رساند و مدتی بعد او در اتاق مطالعه منزل کشیش نشسته بود. داتس گفت من به اینجا اومدم تا با شما درباره مسئله‌ای که به دوست هندی جوانم مربوط می شود صحبت کنم. اگر شما فکر میکنید که او نقشی در خودکشی دختر جوانتان داشته، باید بگویم به شدت در اشتباهید. کشیش با خشونت گفت دکتر، من برای حرفم دلیل و مدرک دارم. بحث کردن بر سر این مسئله برای شما بسیار آسان است، اما باید بگویم کاملا بیفایده است که سعی کنید دلیل و مدرکی به من ارائه دهید. کاملا بیفایده است. هری گفت شنیدم که شما قصد دارید روز یکشنبه بر علیه دوست جوانم در کلیسا سخنرانی کنید. کشیش از جا برخاست و گفت من قصد دارم او را از این شهر بیرون کنم و به دلیل حمایت شما از او تمامی نیروی اخلاقی را بر علیه شما نیز به کار خواهم گرفت. داتس در حالی که صورتش از شدت خشم سرخ شده بود پاسخ داد به شما هشدار می‌دهم مراقب حرفایی که در این مورد می‌زنید باشید. سپس از جا برخاست و گفت شب بخیر آقا. کشیش گفت دکتر داتس، من شما را مجبور می‌کنم که او را از این شهر دور کنید. نفع همه ما در این است پیش از آنکه مشکل توسعه یابد. داتس با عصبانیت گفت تو خودت را یک مرد خدا می‌دانی؟ خدا انتقام گرفتن را دوست ندارد. او بدون در نظر گرفتن آنچه اتفاق افتاده است عشق خود را به بندگانش می‌بخشد. وقتی داتس به خانه رسید لوسیا ویتفیلد در نیویورک با او تماس گرفت. خبر مرگ جولی به او رسیده بود و حالا لوسیا می‌خواست چیزهای بیشتری در این مورد بداند. پس از اینکه توضیحات هری به پایان رسید لوسیا در مورد نقشه‌های تازه پدرش برای به خاک نشاندن خانواده داتس با او صحبت کرد.
آرچی ویتفیلد سخنرانی داد در کلوب زنان فوریبرز را در اعتصاب کارگران بومی کارخانه و دست دادن قرارداد 2 میلیون دلاری نیروی دریایی مقصر می‌دانست. در حقیقت آرچی از رورالد ونز در مورد بیرون کردن شیاما از شهر حمایت می‌کرد و نقشه‌هایی نیز درباره کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی برای انجام تحقیقاتی در مورد فعالیت‌های خرابکارانه هری دادز در سر داشت. لوسیا صحبت‌هایش را با گفتگو در مورد کتیبه‌ای که اخیراً از هند برای پدرش رسیده بود و چیز زیادی هم در مورد آن نمی‌دانست به پایان برد. دادز گوشی را گذاشت و با تعجب به این نکته می‌اندیشید که آیا آرچی نقشه سرقت کتیبه را طراحی کرده است. دیگر چیزی در این کشور برای او و شیاما وجود نداشت و چقدر خوب میشد اگر هر دوی آنها میتوانستند به هند بازگردند. هری به طبقه بالا رفت و در این فکر بود که او و شیاما باید به نیویورک بروند و در مورد کتیبه با آرچی ویتفیلد ملاقات کنند. آمیا در کلبه‌ای واقع در کنار کوهستان که توسط مردان لینگ محافظت می‌شد زندانی بود. آن روز بعد از ظهر او از کلبه بیرون رفت تا از نسیم خنک کوهستان و مشاهده منظره غروب آفتاب لذت ببرد. این یکی تنها کار لذت بخشی بود که ماموران کمونیست به او اجازه انجامش را می‌دادند. رشته کوه عظیم با کهکشانی از نور طلایی که بر قله‌های پربرف میتابید و رنگ به رنگ میشد در مقابل آمیا چهره در هم کشیده بود. صحنه‌ای از یک جهان افسانه‌ای که در آن زمین در میان دریایی از رنگ‌های گوناگون غوطه‌ور بود. آمیا به آرامی قدم می‌زد و به منظره غروب می‌نگریست. در همین هنگام ناستوار سوار بر اسب از میان درختان روبرو ظاهر شد. قلبش با شدت شروع به تپیدن کرد. نفس عمیقی کشید تا ضربان قلبش کاهش یابد. دراگ جلوتر آمد و از اسب نقره رنگش پیاده شد. سپس لبخند زنان و در حالی که گردن اسب را نوازش میکرد در سکوت به آمیا خیره شد. سپس با لحن گرم گفت روز بخیر آمیا گوش. آمیا با امیدواری پرسید آیا میخواهی مرا به خانه بازگردانی؟ دراگ سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت من تا حدی به دام افتادم. به نظر میرسد که لینگ معامله کرده و به پیروزی بزرگی دست یافته است. او قصد ندارد به تعهداتی که به پدرت داده عمل کند. آمیا جلوتر آمد و در حالی که بازوی دراگ را میگرفت پرسید ناز چه تعهداتی؟ در این لحظه آمیا گرمای جسم دراگ و لرزشی را که سرتاسر بدنش را فرا گرفته بود احساس میکرد. دراگ گفت من دیروز برای ملاقات با پدرتان به شهر رفتم. لینگ مرا وادار کرد تا موافقت پدرت را برای حمایت از خودم در انتخابات آینده شهرداری جلب نمایم. به پدرت قول داده شد که در این صورت تو را صحیح و سالم به خانه باز می‌گرداند. اما لینگ زیر قولش زده است. موجی از ترس قلب آمیا را فرا گرفت و پرسید تو این کار را با پدرم انجام دادی؟ دراگ سرش را از شدت خجالت به زیر افکند و گفت من این کار را انجام دادم زیرا تنها راهی بود که میتوانستم از طریق آن به تو کمک کنم. لینگ تهدید کرده بود که در غیر این صورت تو را به قتل میرساند. من نمیتوانستم این تهدید را تحمل کنم. میدانی که من عاشق تو هستم و فرقی هم نمی کند که هر یک از ما 2 نفر این موضوع را دوست داشته باشد یا نه. احساس نفرتی که در قلب آمیا بود به مهربانی تبدیل شد و ذوب شد. چشمان آمیا احساساتش را برای ناز بازگو می‌کرد. آمیا به آرامی گفت ناز تو چقدر دوست داشتنی هستی. در مورد پدرم حرف بزن. حالش چطور بود؟ ناز پاسخ داد او کمی لاغر شده و به شدت برای تو نگران است.
من به او گفتم که حال تو کاملا خوب است. او عشق و محبتش را نثار تو کرد و گفت که آنها برای آزادی هرچه سریعتر تو دعا میکنند. آمیا گفت پدر من که وظیفه خودش را در این معامله به انجام رسانده، لینک دیگر چه میخواهد؟ باید خودم به ملاقات لینک بروم و او را قانع کنم تا مرا به خانه بازگرداند. دعا گفت آمیا خواهش میکنم سعی نداشته باش با لینک ملاقات کنی. اجازه بده تا من این کار را از راهی که میدانم انجام دهم. آمیا با لحن تندی گفت ولی است که بیشتر در دام افتادن او را افزایش دهم. دعا شانه‌های آمیا را گرفت و گفت سعی نکن کار نسنجیده انجام دهی. من نهایت سعیم را خواهم کرد. دوستت دارم. به من اعتماد کن. من از هر طریقی که شده به تو کمک خواهم کرد تا از دست لینک بگریزی. آمیا با مهربانی به دعا نگریست، در حالی که میدانست این فرمانده کمونیست او را عمیقا دوست دارد. آمیا چطور میتواند چیزی به جز عشق را درک کند؟ آمیا پاسخ داد ناستوان، من هم تو را دوست دارم، اما این دوست داشتن چه معنایی میتواند داشته باشد؟ تو یک کمونیستی و پدرم جز آن گروه افرادی است که از کمونیست‌ها متنفر میباشند. آمیا لب‌های دعاک را در مقابل خود احساس کرد و درد و رنج درونیش تبدیل به احساسی لذت بخش شد. دستانش را به دور کمر دعاک حلقه کرد و او را به طرف خود کشید. سپس ناگهان هر دو یکدیگر را رها کردند و گامی به عقب برداشتند. آمیا نفس زنان پرسید چرا لینک مرا نگه داشته است؟ دعاک پاسخ داد او قصد دارد پدرت را مجبور کند تا افسر آمریکایی و برادرت را به همراه کتیبه باستانی به کشمیر بازگرداند. آمیا پرسید او چطور میخواهد پدرم را به این کار وادار نماید؟ دعاک زیر لب گفت او پدرت را تهدید کرده که اگر با خواسته‌هایش موافقت نکنند تو را به قتل میرساند. اگر این نقشه با موفقیت انجام شود آنگاه تو میتوانی دوباره به خانه‌ات بازگردی. هریداس و شیاما در ساعات پایانی بعد از ظهر به نیویورک رسیدند و در هتلی واقع در خیابان پارک اقامت کردند. سپس دارس یک تاکسی گرفت و به دفتر مرکزی کارخانه گیتفود رفت، به این امید که بتواند با آرژی ملاقات کند. اما السا آسپین به او اجازه نداد تا با مدیر کارخانه ملاقات نماید. او با خشم و ناامیدی دفتر را ترک کرد و به طرف آپارتمان لوسیا حرکت نمود و امیدوار بود که او را در خانه بیابد. هنگامی که تاکسی در میان ترافیک به سوی مقصد حرکت می‌کرد، هری به یاد مکالمه‌ای که یک روز بعد از ظهر در آشرام با استاد در مورد موضوع اکنکار داشت افتاد. استاد گفت بهترین راه برای ذهنت این است که بدانی تو یک فردی و در حالی که تمام زندگیت را در دست گرفته‌ای در اطراف قدم می‌زنی و تو همانقدر از کل هستی که یک برگ بر روی درخت. اتمسفر، جهان، معدنیات، سیارات، گل‌ها و زندگیشان از نیروی اک به وجود آمدند. این نیروی عالمگیر در همه جا هست، در همه چیز. تو نمیتوانی از دست آن بگریزی. علت و دلیل اصلی تمام تجلیاتی که تو در جهان مشاهده می‌کنی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که روح مانند یک ایستگاه رادیویی با بیسیم است. تو افکاری را خلق کرده و آنها را به سوی اتر که بخش دیگری از قدرت اک میباشد ارسال مینمایی. افکار تو توسط روحی دیگر که ممکن است همان روحی باشد که افکارت را برایش ارسال کرده‌ای دریافت می‌شود و جایی در این جهان متجلی می‌شود و شاید این تجلی در مدار هستی خودت انجام پذیرد. تو می‌دانی که همه ما همانطور که برخی از مردم می‌خواهند بگویند از خود خدا هستیم. ما برگ‌های درخت خداوند هستیم. به همین سبب ما هیچگاه از یکدیگر جدا نیستیم
بلکه برای چیزهایی به یکدیگر وابسته‌ایم. شاید به دلیل زندگی اقتصادی، زندگی احساسی و یا حتی زندگی معنوی. هیچکس تنها نیست. چیزی که من بدان فکر می‌کنم توسط دیگران دریافت می‌شود. شاید این فرد نزدیکترین شاگردانم باشد و یا شاید فردی در صدها مایل دورتر از اینجا. ما از چیزی کامل پدید آمده‌ایم و بر اساس همین کامل بودن با جهان رفتار می‌نماییم. چیزی که می‌توانی آن را نیروی عشق یا هر چیز دیگری که می‌خواهی بنامی. شاید تو آن را با نام عشق، آگاهی الهی یا نام دیگر بشناسی. هیچ فرقی نمی‌کند. وقتی تو با دیگران صحبت می‌کنی، در حقیقت با قسمتی از وجود خود سخن می‌گویی. به همین دلیل اگر ما عصبانی باشیم، در حقیقت نسبت به خودمان عصبانی هستیم. ما درست مثل آینه‌ای هستیم که آنچه را که در درونمان است منعکس می‌کنیم. با توقف تاکسی در جلوی ساختمان یک آپارتمان سنگی سفید، رشته افکار هری از هم گسیخت. دختر سرایدار به او خوش آمد گفت و هری به طبقه هفتم رفت و خود را به درب آپارتمان لوسیا رساند و در زد. لوسیا در را گشود، دست هری را گرفت و با هیجان گفت آه هری، خوش آمدی. وقتی هری وارد خانه شد و آنها کنار یکدیگر نشستند، لوسیا ادامه داد: تصور می‌کنم تو اینجا اومدی تا ملاقاتی با آرچی داشته باشی. ممکن است مبارزه با او به جای آرام در گوشه نشستن به ضرر تو باشد. نمی‌دانم که تو چه تصویری از نقش من در این قضیه داری، اما از همه اینها گذشته من دختر او هستم، بدون توجه به اینکه آیا با اصول اخلاقی او موافقم یا نه. هری لبخندی زد و گفت ادامه بده، دارم گوش میدم. لوسیا گفت من به خوبی در جریان فعالیت‌های پدرم بر علیه تو نیستم، اما به هر حال هنوز یک ویرفیلد هستم و اگر آرچی بتواند به اهدافش برسد، ممکن است تو تمامی نفرت خود را نثار من کنی. هری گفت حدس تو درباره دلیل حضورم در اینجا کاملا درست است. تا زمانی که رابطه خویشاوندی شما پابرجاست، من هم سعی می‌کنم در مورد چیزی بر اساس ارزش آن قضاوت کنم و از نقطه نظری معقول و منطقی به قضایا بنگرم، نزدیک به نقطه نظر احساسی. لوسیا زنگ مخصوص خدمتکار را به صدا درآورد و سفارش قهوه داد و گفت هری تو از من چه می‌خواهی؟ هری گفت من به نیویورک آمدم تا کشف کنم که آیا آرچی کتیبه باستانی متعلق به خانواده گوش را در اختیار دارد یا نه. آن روزی که تو تلفن زدی و درباره جولی با هم صحبت کردیم، تو به این موضوع اشاره کردی. آیا واقعا آرچی این کتیبه را در اختیار دارد؟ سپس تاریخچه کتیبه و دلیل بودن آن در آمریکا را برای لوسیا توضیح داد. لوسیا با کنجکاوی به هری نگریست و گفت در حقیقت من چیز زیادی در این مورد نمی‌دانم، جز اینکه السا اسپین روزی در صحبت‌هایش به آن اشاره کرد و در مورد آن از من پرسید. به نظر می‌رسد که موری پرایس این کتیبه را برای آرچی فرستاده است، اما پدر در ابتدا متوجه ارزش حقیقی آن نشد. هری گفت لوسیا من باید این کتیبه را به دست آورم. این کتیبه به خانواده گوش تعلق دارد. هرچند که آنها ثروتمند هستند، ولی پول این کتیبه در حال حاضر کمک مهمی برای آنهاست. آیا تو حاضری به من کمک کنی؟ لوسیا در حالی که با مهربانی به هری می‌نگریست پاسخ داد بله، اما فکر می‌کنم راه اشتباهی را در پیش گرفته‌ای. اگر تو بتوانی خودت را به آرچی برسانی و با او وارد معامله شوی، آنگاه ممکن است آرچی تحریک شود و تحقیقاتی را در مورد تو آغاز کند که به برتری کامل او در این وضعیت منجر خواهد شد. هری پرسید چه کاری از من ساخته است؟ لوسیا پاسخ داد هری من مقدمات کار را فراهم می‌کنم. سپس مکسی کرد و ادامه داد موضوع صحبت را عوض نکن، اما آیا تو فهمیده‌ای که انگیزه من از کمک به تو چیست؟ هری به آرامی سرش را تکان داد
و با چشمان خاکستری رنگ و از حدقه در آمده‌اش به لوسیا نگریست. جایی در گوشه و کنار ذهنش به اندیشهای برخورد که استاد در او به یادگار گذاشته بود. قلب بالاترین حساسیت معنوی را در میان اعضای بدن داراست. هر فرد با قلبش احساس می‌کند. بنابراین قلب آنچه را که در ورای قدرت عقل و قوه استدلال قرار دارد آشکار می‌نماید. حقیقت می‌تواند در یک قلب پاک و خالص به سرعت آشکار شود. قلب همیشه مستقیما به حقیقت پاسخ می‌دهد. بنابراین آگاهی قلب همواره شهودی است. هری خود را از این افکار خارج کرد. چرا او در این باره فکر می‌کرد؟ هری گفت: البته من فکر می‌کنم که تو دوست نداری آرچی همه را کنار بزند، همینطور که امیر سعیش را درباره من کرده است و همچنین حس عدالت‌خواهی که درون توست اجازه این کار را به تو نخواهد داد. لوسیا پرسید: آیا تو چنین اعتقادی داری؟ سپس در حالی که دامن سفید رنگش را بر روی پاهای لاغرش می‌کشید از جا برخاست و گفت: هری، آیا اینطور فکر می‌کنی؟ بوی خوش عطر دلپذیری که از بدن لوسیا برمیخاست هری را گیج کرد. هری گفت: من گیج شدم. تو از این مسئله آگاهی. میدانم که تو عاشقم هستی، اما من واقعا نمیدانم چه بگویم. لوسیا پرسید: آیا مسئله به جولی مربوط است؟ آیا تو پدر آن بچه هستی؟ هری پاسخ داد: جواب هر دو سوال منفی است. نمیدانم پدر آن بچه چه کسی است. زنی که با من ازدواج کند عشق کامل من را دریافت خواهد کرد. لوسیا دستش را به دور گردن هری حلقه کرد و به آرامی گفت: ممکن است من عشق کامل تو را دریافت کنم؟ هری گفت: من کاملا گیج شدم. لوسیا پرسید: آیا این زن آمیاگوش است؟ هری خنده عصبی کرد و گفت: تو می‌خواهی هر طور شده به اصل موضوع پی ببری؟ لوسیا با عصبانیت گفت: هری، می‌خواهم حقیقت را بدانم. هری پاسخ داد: من درباره آمیا متعجبم. او دختری زیباست و تصویر چهرهش در ذهنم باقی مانده. اما ما نمی‌توانیم با هم ازدواج کنیم. تفاوت‌های زیادی بین ما دو نفر وجود دارد. من به اینجا تعلق دارم. حتی سامی هم به خاطر اینکه در خانه و همراه خانواده‌اش نیست، در رنج و عذاب به سر می‌برد. لوسیا برای مدت طولانی به او نگریست و سرانجام گفت: هری، آیا من شانس بودن با تو را دارم؟ هری گفت: ببین لوسیا، من اینجا آمدم تا با تو درباره کتیبه صحبت کنم. پس اجازه بده در این مورد صحبت کنیم. اجازه بده تا مدت یکدیگر را نبینیم. تو سعی کن به خاطر سامی هم که شده کتیبه را به چنگ بیاوری. من به سامی اجازه نمیدم تا با تو برخورد کنم. لوسیا پرسید: آیا تو قصد نیویورک را ترک کنی؟ هری پاسخ داد: لوسیا، نمیدانم. من و تو به یکدیگر تعلق نداریم. میخواهم هرچه زودتر به کالیفرنیا بروم تا کار جدید را در آنجا آغاز کنم. شاید هم به لس آنجلس و با فلورانس کلاک مشغول کار شوم. لوسیا گفت: من باید از الهام خویش پیروی نموده و تو را ملاقات نمی کردم. تو فکر می کنی که من قصد دارم فریبت بدهم. هری در حالی که آماده رفتن می شد به سرعت گفت: در هر حال تو دختر آرچی هستی. لوسیا گفت: چیزی که تو با آن فکر می کنی اصلا درست نیست. هری با ناراحتی گفت: لوسیا، من نمی توانم به خودم ایمان داشته باشم. متاسفم، اما نمی توانم. لوسیا پاسخ داد: تو با فرار از مشکلات نمیتوانی بر آنها غلبه کنی. به پوریورس برگرد و با هر کسی که سر راحت قرار میگیرد مبارزه کن. هری، سعی کن یک مرد باشی. هری به طرف لوسیا برگشت و در حالی که با چشمان درخشانش به او مینگریست گفت: لوسیا، من منظوری نداشتم. حتی بعد از اینکه از حقیقت آگاه شدم، عمه‌کری به من گفت که در این نزاع خانوادگی حق با پدر توست. او حق داشته تا از پدرم به خاطر کشتن مادرت شکایت کند. باور کن حالا دیگر من حتی توانایی دیدن دوباره تو را هم ندارم. سپس از خانه بیرون رفت و در را پشت سرش بست.
کمونیستای کشمیر با فرارسیدن زمان انتخابات شهرداری سنیاگاه خیلی زود دست خود را رو کردند و خبر حمایت لالبوش از نامزدی ناسوآک را منتشر نمودند. دوآرک در خارج از شهر به سر می‌برد و می‌دانست که لینک در این مورد دچار اشتباه شده است. حدس او درباره عکس‌العمل مردم کاملا درست بود. مردم از شنیدن این موضوع ناراحت شدند، ولی کار چندانی از دستشان ساخته نبود. آنها گوش را به خاطر پدید آمدن این وضعیت نابهنجار مقصر می‌دانستند و به تمامی فعالیت‌های سیاسی پشت پرده مشکوک شده بودند. بوش با قلبی شکسته و غمگین به این وقایع می‌نگریست و می‌دانست که کمونیست‌ها او را فریب دادند. او به جای پس گرفتن دخترش درخواستی از جانب کمونیست‌ها مبنی بر بازگشت پسرش و افسر آمریکایی و استعداد افسر آمریکایی و کتیبه باستانی دریافت کردند. آنها خاطر نشان کرده بودند که در غیر این صورت آمیا را به قتل می‌رسانند. آن روز صبح گوش خیلی زود از خواب برخاست، اما آماده رفتن به محل کارش شد. افکار او متوجه استاد بود. او به زمانی که همراه استاد در جاده واقع در کنار آشرام قدم می‌زدند اندیشید. این قضیه مربوط به سالها قبل بود، یعنی زمانی که گوش هنوز ازدواج نکرده بود. اشعه‌های طلایی و آبی رنگ آفتاب سرزمین باستانی هند او را از چنان لذتی سرشار می‌نمود که به سختی می‌توانست آن را در خود جای دهد. در آن هنگام ناگهان سؤالی در ذهنش جرقه زد: استاد، خدا چیست؟ استاد با چشمان درخشانش نگاهی ملاطفت آمیز به او کرد. مرد فرزانه سپس دست او را گرفت و به آسمان آبی وسیع و روشن که تا افق‌های دور گسترش می‌یافت اشاره کرد. ذهن گوش این صحنه را دید، آن را حس کرد و بدان عشق ورزید. آنها در میان جنگل سرسبز، در حالی که صدای خشخش برگ‌ها در زیر گام‌هایشان شنیده می‌شد، به طرف جلو حرکت کردند. تابش نور خورشید بر درختان سایه خنک و دلپذیر را بر روی زمین پدید می‌آورد. گوش دوباره به اطراف نگرید و هجوم موجی از صلح و آرامش و توازن را به قلبش احساس کرد. سپس دوباره پرسید: استاد، خدا چیست؟ استاد لبخندی دوست داشتنی زد و دوباره به گذرگاه زیبایی که در میان دو ردیف از درختان عظیم و جسته پدید آمده بود اشاره کرد. گوش به خاطر آورد که در آن لحظه این صحنه را مشاهده کرد، اما چیزی نفهمید. پس از مدتی آنها از جنگل خارج شدند و در طول جاده طولانی و سفید رنگی که به سوی کوهستان‌های سرسبز امتداد می‌یافت به راه افتادند. در طول راه به زنان سیاه‌چرده‌ای که آوازهای شاد می‌خواندند برخوردند. در همان هنگام یک مادر در حالی که کودکی را در آغوش داشت به آنها نزدیک شد. کودک شاد و خوشحال بود و در حالی که نور خورشید بر پوست تیرش میتابید لبخندی دلنشین بر لب داشت. گوش احساس کرد که عشق کودک روحش را سرشار نموده است. گوش دوباره پرسید: استاد، به من بگویید خدا چیست؟ استاد به طرف او برگشت و با نگاهی سرشار از مهر و شفقت به او نگریست و گفت: پسرم، تو 3 بار پرسیدی خدا چیست. در هر 3 بار تو خداوند را مشاهده کردی. در هر بار من خداوند را به تو نشان دادم، اما تو آن را ندیدی. به همین دلیل باید خدا را برایت توضیح دهم. استاد لبخندی زد و گفت: خدا همان آسمانی است که به تو نشان دادم، همان درختان جنگل و لبخندی که بر چهره آن کودک بود. خدا همه چیز است. او در همه چیز و همه جا حاضر است، اما در عین حال بزرگترین اسرار می باشد. خدا همان عشقی است که تو در ذهنت تجربه کردی، همان عشقی که در قلبت احساس نمودی و آن را درون خود یافتی. وقتی که من آسمان را به تو نشان دادم، مگر تو به آن عشق نورزیدی؟ آیا وقتی در جنگل بودیم تو صلح و آرامش را تجربه نکردی؟
و آیا در قلبت نسبت به آن کودک احساس مهر و محبت نکردی؟ تو تمام اینها را حس کردی و خدا را شناختی. تو روح هستی و بنابراین بخشی از سوگماد متعال می باشی. گوش این افکار را از سرش بیرون کرد. پس از خوردن صبحانه او به همراه یکی از خدمتکارانش خانه را ترک کرد تا پیش از شروع فعالیت‌های روزانه خود به دفتر کارش برسد. گوش از به خاطر آوردن ملاقاتش با استاد لبخندی زد و در میان جمعیت انبوهی که برای خرید گوشت و سبزیجات در حال حرکت به سوی بازار بودند به راه افتاد. ناگهان با مشاهده لرزشی که در اطرافش پدید آمد از این خیالات خارج شد. وقتی سر بلند کرد و به اطراف نگرید چهره‌های خشمگین مردمی را دید که با شرارت به او می‌نگریستند. احساسی از خطر به سرعت در او پدید آمد، چرا که او این حالت خشم را بارها در چهره مردم دیده بود. آنها در حال ترتیب دادن نمایشی بر علیه او بودند که آن هم به خاطر موضع‌گیری تازه‌اش در انتخابات اخیر شهرداری بود. ناگهان مردم فریاد زنان بر سرش ریختند. گوش سعی کرد تا فرار کند، اما آنها او را در میان حلقه‌ای به دام انداختند. در همین هنگام یک سنگ به پیشانیش برخورد کرد و دردی شدید سر تا سر بدنش را فرا گرفت. گوش به عقب جست و سعی کرد راه خود را از میان ازدحام جمعیت باز کند، اما حلقه محاصره هر لحظه تنگ‌تر شد. وقتی سر و کله پلیس پیدا شد، او توانست خود را از حلقه محاصره برهاند. مأمورین پلیس جمعیت را متفرق کرده و سپس او را تا درب منزلش اسکورت کردند. گوش به داخل خانه رفت و سراسیمه به دنبال همسرش گشت. او در اتاق خوابش بود، چرا که از آن زمان روبرو شدن آمیا او به ندرت از اتاقش خارج می‌شد و یا جایی می‌رفت. گوش ماجرا را برای او شرح داد و سپس خودش نیز به رخت خواب رفت. همسرش کسی را به دنبال دکتر فرستاد. چند دقیقه بعد دکتر از راه رسید. دکتر گوش را معاینه کرد و گفت ضربه سختی به گیجگاه او وارد شده است. او باید تا چند روز کاملا استراحت کند. غذایش را در رخت خواب رو بدهید. من فردا دوباره باز خواهم گشت. آن شب وقتی همه اهالی منزل در خواب بودند، گوش از رخت خوابش بیرون خزید و خود را به محراب کوچک خانه رساند و از خدا خواست تا به او توانایی را بدهد که بتواند در مورد پسرش تصمیم بگیرد. وقتی از جا برخاست دریافت که هیچ راه دیگری ندارد جز اینکه نامه‌ای برای شیاما بنویسد و اوضاع نابهنجار خانواده و اسارت آمیا را به اطلاع او برساند. او باید به شیاما دستور می‌داد سریعاً به خانه مراجعه کرده و کتیبه را نیز همراه خود بیاورد. اما مشکل واقعی اینجا بود که چطور کاپیتان هریداتس را برای بازگشت داوطلبانه به هند راضی نماید. او چطور می‌توانست این کار را انجام دهد؟